میدونی ماه تولدت با کدوم یکی از فوتبالیستا یکیه؟ فروردینیا یا مثل اینیستا آرومن یا مثل راموس خشن. اردیبهشتی آدمای خاصی هن. دقیقاً مثل پوگبا. خردادیا با استعدادن چون مسی و صلاح و دیبروینه خردادی هن. یامال و بیل تیری هن ولی تیری آنری و لواندوفسکی مردادی هن. شهریوریا هم مودریچ و رونالدوی مریخی. متولدای مهرم که توی ماه زلاتان به دنیا اومدن. آبانیا با مارادونا هم ماهن. آذریا چیزشون درازه. اینو من نمیگم، میتونید تو عکسای امباپه ببینید. دیمایی هم که کلاسیک بازن چون با زیدان و بوفونن. اما خوش به حال بهمن ماهیا چون دن سرویسا با رونالدو و نیمار تو یه ماه به دنیا اومدن. اسفندیای خرشانس هم سعادت اینو داشتن که ماه تولدشون با کینگ آنتونی یکی باشه. حالا بگو ببینم کدوم بازیکن شانس اینو داشته که ماه تولدش با تو یکی باشه؟